هفت خان رستم قسمت سوم. نبرد با اژدها. شب هنگام رستم در نزدیکی چشمه‌ای توقف کرد و خوابید. اما در تاریکی اژدهای عظیم الجثه از دل سایه‌ها بیرون خزید. هیبتش آنقدر ترسناک بود که هیچ انسانی تاب دیدنش را نداشت. اژدها چند بار قصد داشت به رستم حمله کند، اما هر بار رخش با سم زمین را میکوبید تا او را بیدار کند. رستم ابتدا گمان کرد رخش بیقرار شده، اما پس از چند بار گرزش را برداشت و اژدها را دید. نبردی سخت آغاز شد. آتش از دهان اژدها بیرون می جهید، اما رستم با چابکی کنار می رفت. در نهایت با ضربه‌ای سهمگین بر سر اژدها آن غول هولناک را از پای درآورد و خان سوم نیز پایان یافت. برای آشنایی با تاریخ ایران و جهان با پیج تاریخی فکتس همراه شوید.